همسری محمدعلی حییت یکی از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی میگوید بعد دادستانی کل تاجیکستان و وزارت عدلیه درباره بدرفتاری پاسبانان زندان با شوهرش شکایت برده است. سورینیسا جوره و روز 11 مارس در صحبت با مولا رجب یوسفی خبرنگار رادیو آزادی عریضه شکایتیش را نشان داد و گفت آثار شکنجه را خودش در سر و روی شوهرش دیده است. ما روزی نهمی وی رفتیم و خرید داشتیم. شوهرم اما هنگام ملاقات شکایت وی داشتن. همو شکنجه که در درمی همونجا میکردن بسیارتر. بعد شکنجه را همان معاونی اولی هم شریف بدیان و یا شکنجهش میکردن. برای چی شکنجه میکردن؟ شکنجه از اون حساب که شما زیدی نهضت سخن کنی در نزدیک میره و زیدی رئیسی نهضت کبیری و با سخن کنی که مثال من تروریستو را در نهضت خودم جمع کردگیم، قطعی تروریستو همکاری دارم. بعد هم وقتی که سخنها را که اینا وی نمیکردین و یا زیر شکنجه قرار میدادین. چه خیلی شکنجه ها میکردین؟ شکنجه لطکوب گفتن. امی لطکوب بعد ما اثری زخمی ویش در سرش بود، امی شرم، بعد پایان در گفت هسته امی بدنش ده. حالا شما با کجا مراجعت کردین؟ حاضر ما به پروکراتور گنرالی مراجعت کردیم و اوی سررئیس مراجعت کردیم که همین چیزا ببینن. قبلا هم شوهرتون شکایت میکردن از شکنجه شدن؟ نه راستی نمیکردن. برای همین من سوال دادم که برای چی ما هر وقت می اومدیم و نمیکردیم و یا گفتن که من گفتم که بهبودی میشه و ما را جواب میتیم بگنایم که روز به روز زیادتر شکنجه کردن. برای همین بعد با روز همین 6 فوریه سگ تعدیل گرفته بودیم. 10 شبانه روز گفت در حالت وزنین گرفتار بودم. هیچ کس به ویم نرسید، رسیدگی نکرد، دارو و درمان هم نکردن. بعد برای همه بسیار عصبانشان خراب شدن. آخه دیگه منم گفتم که خیلی بعد این صحبت ممکن شما را با لطکوب کنن و گفت دیگه برای من فرق نداره. چی درخواست کردن از شما؟ بعد ما درخواست کردن که همه چیزای من رسانوی کنه به همه جا برسونه که من در همین حالت گرفتارم. رادیو آزادی بعد از ادعاهای سورینیسا جوره و بم منصور جان عمروف معاون رهبر اداره زندانها مراجعت کرد تا نظر او را درباره احتمال شکنجه شدن محمدعلی حییت پرسید. او گفت باور نمی کند که با این زندانی تاجیک بدرفتاری صورت گرفته باشد. اگه محبس است دیگه اینجا شرایط سخت، شرایط سوست ندارد. همه خط یخل است، همه در شرایط محبسی هستند. من از اون شکنجه رو تمام باور نمیکنم. اساس داشته باشه گفتم که پروکراتور گنرالی است، مودم مراجعه کن رسمی برای همین شکنجه از اون میگم باشد بزرگ و عرضه نیستد. ما میبینیم یگون پرابلم نیست. من شخصا خودم میسنجم. محمدعلی حییت معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ماه اپریل سال 2016 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب با گناه تروریسم و از جمله طرحریزی آشوب نافرجام به رهبری عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 به زندان یک عمری محکوم کردند. خودش میگوید بیگناه است و اتهامات مقامات به ضد او بافته و ساختند.